سلام به همه تیسوشانی 405. توی این ویدیو میخوام راجع به یه الگوی خیلی مهم که سال 403 واقعا بهش گیر دادم و خیلی ازش سوال دارم با هم دیگه بررسی بکنیم، نکات شاید بگیم و کلی خفن بریم جلو. ببینید بچه‌ها، الگوی بازگشتی که شاید بدونید میخوام براتون توضیح بدم داستان چجوری هستن. آقا توی الگوی بازگشتی ما رابطه نمیتونیم بنویسیم. الگوی حسابی رو دیدی چجوریه؟ مثلا رابطه می‌نویسی یا مثلا عدد 1000 رو به دست میاری. خب ولی تو بازگشتی اینجوری نیست. شما باید از عددهای قبلی استفاده کنی جلویش رو به دست بیاری. مثلا اینجا نگاه کن، 1 و 2 با هم دیگه جمع میشه 3. 2 و 3 جمع میشه 5. 3 و 5 جمع میشه 8. 8 و 5 جمع میشه 13. یه همچین داستانیه. یعنی برای اینکه عدد جلویی رو به دست بیاری باید حتما قبلیاش هم داشته باشی. ما به اینا میگیم الگوی بازگشتی. حالا خود فیبوناچی که اسم شخص دیگه میدونید دیگه، یه نوع الگو بازگشتیه بچه‌ها و خیلی هم الگوی جذابیه. حتما این سرچ بزنید، اون داستانایی که داره رو بخونید، خیلی قشنگه. فیبوناچی بچه‌ها یه نوع الگو بازگشتیه. فقط باید بدونید که توی الگو فیبوناچی دو تا جمله اول چی هم بچه‌ها؟ حتما یکن. یعنی دو تا اول قطعا باید یک باشن. و بعد دیگه ماجرا ادامه پیدا میکنه. 1 و 1 میشه 2، 2 و 1 میشه 3، 3 و 2 میشه 5، 5 و 3 میشه 8، 8 و 5 میشه 13، 13 و 8 میشه 21 و به همین ترتیب میاد جلو، میره جلو. ما بینا میگیم الگوی فیبوناچی. حالا آیا فقط همینه؟ نه بچه‌ها. توی تست‌های هوش اینا مرض دارن. میان عوض میکنن الگو رو. یعنی یه موقعی هست مثلا شما میگی دو تا عدد اول باید یک باشه، چرا اصلا یک نباشه؟ یا عددهای دیگه باشه. شاید دو تا اول جمع نشه، سه تا اول جمع بشه، اصلا شاید جمع نشه، ضرب بشه، خب و جلویی به دست بیاد. یه همچین همچین ایده هایی داخل تست‌های هوش هست. بیایم پایین‌تر. تستی که توی تیتوشان سال 403 اومده رو با هم دیگه بررسی بکنیم. از همین الگوی فیبوناچی است. ببینید میگم یه سری مرزهایی داخل تستا میذاره اینجوریه. مثلا گفته این دوتا شده 15. ببینید بچه‌ها، ما بریم جمع کنیم اینا رو. 13 به علاوه 12 میشه چقدر؟ 25. 25 شده 15. یعنی یه منهای 10 اتفاق افتاده، درسته؟ حالا این خود 10 از کجا اومده؟ الان بخوام بهت بگم. 10 بچه‌ها اینه. یعنی دهگان عدد اولی است. توی بعدی نگاه کنید. 13 و 5 میشه چقدر بچه‌ها؟ 28. 28 باید منهای چی بشه؟ منهای دهگان این بشه که 10 که میشه 18 که جلویشه. توی بعدی رو نگاه کنید. 15 و 18 در واقع میشه 33. منهای دهگان این بشه که 10 میشه چقدر؟ میشه 23 که 23 رو شما بچه‌ها اینجا الان میبینید. یا مثلا 18 و 23 چقدر میشه؟ 30 تا اونم میشه 41. 41 رو منهای دهگان این کن میشه 31 که 31 اینجاست. میبینی؟ مرز تست اینجاست. حالا این تیکر رو نگاه کن. 23 با 31 جمعش رو انجام بده میشه 54. 54 رو میاره چی کنم؟ دهگان این که چیه؟ 20 میشه در واقع 34 که شما 34 رو اینجا میبینید. دوباره 31 با 34 جمع میشه 65. 65 رو منهای دهگان این کن، منهای 30 کن میشه 35 و پاسخ تست تیسوشان 403 میشه 35 و تمام. اگر میخوای که در تیسوشانت خوب عمل بکنی، آموزش‌های رایگان بیشتری ببینی، حتما کانالمون رو چی کن؟ سابسکرایب کن و پیج اینستاگرام هم داشته باش.